میگفتیم با میگه که ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا. با وقتی قرآن تعلیم گرفتیم و قرآن خون شدیم و دیگه تفسیر قرآن و اینا، باز میگه ایمان ما زیاد شد. برای یک علم مهم است. خلاصه میگذاریم به اون دویم قسمی که در اون شروع کردیم، توحید الوهیت. توحید الوهیت گفتیم که این الله تعالی در عبادت یگانه شناختن است و به او شریک قائل نشدن. یعنی وحده لا شریک له، یگانه است که شریک ندارد. کردن نماز، زکات، روزش، نظرش، خوفش، رجا، امید، توکل، همه این باید که به الله تعالی صرف شود، زیرا که ذلك بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. این همه این برای چی به الله تعالی صرف کرده میشه؟ چون که اله از جهت قولی باشد، چه از جهت فعلی باشد، چه از جهت دیگر. مثلا بعضی چیزها رو شریعت برای همین توحید حمایه کردن. مثلا گمگر ریا این معنیش چی است؟ اینکه به الله تعالی یک کسی دیگر شریک آوردن است. ریا این شرک است. از ریا من کرد تا اینکه انسان به شرک نرود. از قسمی به غیر خدا خوردن من کرد تا اینکه انسان به شرک واقع نشود. از تیاره و زمان ما مثلا لهجه ما میگم که همه ایریم دیریم میگم، منم نشون چی میشه ایریم میگن مادام ایریم دارن و فولی بد ایریم دیریم، یعنی که بله فولی بد گفتم. مثلا میگه که از پیشش گربی سیاه گذرا، میگه امروز کارم برار نمیگیرم. اگر بوم خونش پیدا شده میگه این بوم اومد کسی میمرد و همین چیزا. این همین چیزا شریعت برای چی من کرد؟ برای اینکه سرحد توحید الوهیت حمایه کند. همین چیزها توحید الوهیت انسان رخنه میکنه، توحید الوهیت بیکار میکنه. یعنی که در قبر بینا نمودن، بولی قبر یعنی که مقبره ساختن و خشت کردن و اینو اون کردن، شریعت برای چی من کرد؟ چون که این کار وقتی میکنن در قبر بولاش گونچ میزنن، انسان او احساس به شرک و پرستش به اون صاحب قبر میبرد. اینو برای شریعت این چیزا من کرد. یا که غلو کردن به شخصیت ها برای چی من کرد؟ چون که بعضی گوه انسانو چونون به شخصیت ها دوده میشون که فکر میکنه که وای شخص ها خدا شناخته باشه، تو به درجه خداگی برده باشه. این چیزی غریب هم نیست. مثلا الله تعالی در قرآن وقت اهل کتاب واس کرد گفت کو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، یعنی که بعضی ما بعضی دیگرشون برای خود خدا نگیرن. یعنی که وقتی که حاتم ابن عدی پسر حاتم توی عدی ابن حاتم پسر حاتم توی وقتی مسجد اومد و میخواست که ایمان بیاره، پیامبر علیه السلام گفتن یک کنج مسجد نشستی زبا خریستم بود. اون وقت نشست، بعدم آیه به چی خوندن؟ آیاتی که در سوره توبه هست، همونجا به اشاره به همین چی میشود که اونها وایشون پرستش میکنن، همین حبر و یعنی که رهبانای خودشون. يا أيها الذين آمنوا إنما يا أيها الذين آمنوا در سوره چی است؟ توحید در سوره توبه هست. زیاد دقت، چون که آیات چی دارده خیلی به آشکارا همین چیز اشاره میکند در این سوره الله تعالی. یعنی مشکلی استاد، مشکلی مردم زیادتر در توحید الوهیت است، نه؟ ربوبیت اکثرا اقرار هستند ولی در الوهیت مشکل دارند. اکثرا واقعا امروز جامعه ما حتی مسلمانان به مشکلات مبتلا شدند. آیت اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. و گفت ما اونها رو خدا نگرفتیم. گفت شو میخوایم گفت پیغمبر. و پیغمبر گفتن که آیا همون گوییم که پاپای شما وقتی حلال خدای حرام کنن اطاعت میکنه؟ گفت خب اگر حرام بشه حلال کنه چی اطاعت میکنه؟ همین خدا گرفتن.
یعنی خدا گرفتن فقط سجده کردن نزد رکوع کردن و نیست، پوش بوسه کردن خدا گرفتن نیست، بلکه میشه که انسان با یک قول و یک اینکه اطاعت کردن در یک فتوای بیجا، فتوایی که اصل ندارد، فتوایی که چی ندارد، انسان میتونه انسان بگه که خدا گرفته بود. بله. چون که حلال خدای حرام کرد، حرام خدای حلال کرد، این انسان اطاعت کرد. بله خودش در توحید الوهیت مشکل داره پس. بله. میشد که برای دلیل به همین توحید که الوهیت ربوبیت اوهیت الحمد آورد، میگه الحمدلله رب العالمین. اینجا رب پروردگار است. بله. خب توحید ربوبیت است اینجا. یعنی که حمد و ستایش همون خدایی که پروردگار عالمیان است. بعد میگه که رب الرحمن الرحیم این چی است؟ صفت نام الله تعالی رحمان و رحیمیت الله تعالی. بعد اینجا مثلا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینجا لکه دیگه اشاره به همون توحید الوهیت است. بله. که بزرگ، یعنی که به تنها تو رو عبادت میکنیم، تنها از تو کمک طلب میکنیم، که این هر دویش عین همون الوهیت. همه آیات هر سه توحید جمع کرد. رب السماوات والارض و ما بینهما، یعنی که خدای آسمان ها و خدای زمین و اون چه بین اونها هست. چیکار کن؟ گفت فعبده، این توحید الوهیت است. واصطبر لعبادته، صبر کن در عبادت خدا، چون که عبادت صبر میخواهد. بله. یعنی که انسان باید که هر روز همون عمل باید 5 بار تکرار کنه. دیگه که نماز شروع کرد دیگه باید که انسان صبر کنه، در قرآن خونه هم صبر طلب بکنه. و هل تعلم له سمیه، اینجا اشاره به توحید اسماء و صفات است. آیا میدونی که با چیزی به خدا برابر باشد و به خدا همتا باشد یا به خدا مانند نیست هیچ چیز به خدا. یعنی استاد اشاره به همین در اول آیات رب السماوات و ما بینهما، این خودش اشاره به توحید ربوبیت است. یعنی او دیگر رب نیست و عبوده علی الوهیت بشه. و هل تعلم له سمیه، این خودش توحید اسماء و صفات است. بهترین این توحید الوهیت برادر، یا اینکه توحید اسماء و صفات، ولی باز تفصیلاتش میاد ان شاء الله در امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این مسئله خیلی وسیع گپ میزنن. خب شروع میکنیم به اسماء و صفات، به همین به الوهیت اکتفا میکنیم. یعنی خلاصه وقتی پیامبر آمدن همین توحید واسه جنجال شد، چون که مردم غیر خدا رو عبادت میکردن، مردم با خدا شریک بود، یا اینکه خدا رو عبادت کرده همراه خدا با کسی دیگه شریک به خدا می آوردن. خیلی در آیات گفتیم که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، ما این عبادت میکنیم فقط برای اینکه خدا ما رو نزدیک کند، وسیله باشد بین خدا و میانه رو باشد. اما شریعت باشد هیچ جا میانه رو قبول ندارد. الله تعالی اسلام چنون دینی بزرگی برای ما فرستاد که همین تا در دعا هم الله تعالی میگه که اذا سالك عبادي عني فاني قريب. تا در عباره کلمه قل نداره، نگه که بگو که من نزدیک هستم، بلکه گفت من نزدیکم. اگر بنده ها پرسن که خدای ما آیا ما نزدیک است، اذا سالك عبادي عني فاني قريب، اگر پرسیدن بگو که من نزدیکم به اونها. حالا آیات زیادی است که درباره نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از همین شاخرگی شما به شما نزدیک هستیم. همین انسان احساس میکند که خدایش نزدیک است و بعد خودش به واسطه به خدای خودش مراجعت کند. بله. خب توحید اسماء و صفات برادر، معنیش چی است؟ معنی اسماء و صفات، اسماء این شکل جمع کلمه اسم است، یعنی نام، و صفات جمع کلمه صفت است، یعنی که صفت ها. خب و اسماء و صفات الله تعالی این چی است؟ اقرار کردن و اعتراف کردن به اینکه الله تعالی دارای نام ها هست و دارای صفت ها هست، و اثبات کردن همون صفت هایی که الله تعالی برای خودش اثبات کرده است. خب مثلا بدون اون که به یگان کیفیت کرد یا به یگان چیز مانند کند یا به یگان چیز شبیه کند یا اینکه معناش دیگر نکند، تعویل مثلا تعویل بنره و تعویل باطل و تعطیل نکند، نامش تماما از معناش دور نکند. همه شرط رو ماندگیم برای اینکه نام الله تعالی رو مسلمان اعتراف کند. باید که یک چند شرط است. اثبات میکند اون چیزی که الله تعالی برای خودش اثبات کرده است یا اون چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم برای الله تعالی اثبات کرده است، بدون اون که آیا یگان کیفیت معین قائل شود. خب این چیزی ضروری است. یا اینکه به صفات مخلوقین اونا مانند نکند، ولا یشبه، یعنی که او
تمثیل نکنه. تمثیل و تشبیه میگن برادر، یعنی که معناش خیلی به هم دیگرش نزدیک است. میگن تمثیل و تشبیه، شبه و مثل. خب همین الله تعالی اساس این توحید دلیلش آیتی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، چیزی مانند الله تعالی نیست و او شنوا و بینا هست. یعنی اینجا الله تعالی اول میگه که هیچ چیز به من مانندی ندارد، یگون چیز مطلق از یگون مخلوق به الله تعالی مانند ندارد، نه زندهش نه مردهش نه جاندارش نه بیجان. بعد گفت که من هم شنونده هستم هم بیننده هستم، هم شنوا هستم هم بینا هستم. یعنی که اینجا صفاتهای خودش برای بنده‌هاش بازگو کرد، اثبات کرد که صفات دارد الله تعالی، صفاتهای شنوایی، بینایی، حیات و غیره که حالی خواهد آمد. اما از همه مهمش اینجا بین فقره اولی جمله قسم اولش گفت که چیز مانند نیست، یگان چیز نباید انسان به الله تعالی مانند کنه. یعنی که اینجا الله تعالی به همین چیز دومی تشبیه برید. بله. یگان کس حقی مانند کردن، تشبیه کردن، همتا به خدا گرفتن ندارد. یعنی که قاعده مهم است، باید انسان اثبات بلا تمثیل بگن، اثبات کردن صفات الله تعالی، قبول کردن همون صفات ها، لیکن بدون آنکه خدای به چیز مانند کنه. و تنزیه هم بلا تعطیل، یعنی که خدا رو پاک شماریدن از صفات های نقص بدون آنکه دیگر صفات های خدا رو انکار کنه، تعطیل نکنه. تعطیل یعنی که بیکار کردن صفات است. بله. خب و قطع کردن امید از آن که حقایق صفات خدا رو درک کند، چون که کنه صفات های خدا رو جز خودش کسی نمیدونه. چگونه بود؟ بنابراین وقتی که امام مالک پرسیدن، امام مالک گفتن که این صفات الله تعالی صفت معلوم است، لیکن از این چیز پرسیدن بدعت درست میگه که وای صفات برای الله تعالی ثابت هست، لیکن چگونه هست برای ما نامعلوم است چگونگیش. اینو بریم گفتن انسانی که درباره چگونگی میپرسد و مبتدی گفتن از اهل بدعت است، گفتن که این عجب برای دفع گرفتن مجلس. راهبر معتزلیا بود نه، یا واصل ابن عطا بود، یا که علی جبایی بود، یا که از همین دو نفر؟ فکر کنم همین سوال کرد نه از مالک، از امام مالک. نه واصل از امام مالک پیش گذشته، که از امام مالک پیشتر بود واصل. این همون کدام انسان در اومد؟ نه در اومد همون وقتی حلقه درسی بود، یکی دید که صحبت هست، بعد همونجا خیلی که اینجا بعضی از موضوع بیرون سوال میتین. بله. و آمود دنگی همه از موضوع بیرون سوال داد که بعد امام مالک هم دیگر تا راوی همین روایت میگه که مالک اول از جاش لرزید، رنگش سرخ شد، بعد همون سوالش جواب داد، گفت که تو اهل بدعت هستی، گفت تو از کیفیت صفات ها گفتگو داری. گفت متاسفانه دو دستن زیادن قدر بحث. ای کاش که با اهل علم بودن، بیشتر طالب علمای ابو قرآن بعضیاش درست اطراف مسائل اسماء و صفات الهی زیاد بحث ها میکنند. با خاصه یک مورد دیگه هم آیات ها متشابه، بسیارتر همین صفات ها بله چیزایی که متشابه است به اصطلاح با اون خیلی خوشون میزنن، اصلا حق ندارن این انسان میشه که به گمراهی میبرد. یعنی که اقلا ذهن انسان به فکرهای هر خیلی میبرد برای انسان که وقتی که به این شکل گفتگو میکنه. اصلا شریعت من کاری از این چیزا. یعنی اون صحابه رو میدیدیم که مثل پرسو باشه از پیامبر علیه السلام. چخیل، این کلمه چخیل نیست. میشونیدن قبول میکردن، خلاص دیگه اون طرف نمیگفتن که این چخیلی باشه چگونه باشه، بدون تکییف، یعنی که تکییف نمیکردن صفات الله تعالی. خب امام ابن بطه میگه که اصل الایمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في اثبات الايمان به ثلاثه اشياء. همین سه صفت. یکی خیلی به جمله زیبا بیان میکنه، میگه که این که بنده ربانیت الله تعالی رو اعتراف کند، پروردگار بودن او رو اعتراف کند و رازق بودن او، سازنده بودن او، آفریننده بودن او، صانع بودن او، همین صفات الله تعالی رو اعتراف کند. بله. چرا؟ برعکس اهل تعطیل که اونایی که خدا رو انکار میکنن عموما، یعنی امروزه اتئیستا. بله. یکم همین از یکم میگه اعتقاد جمعش ان یعتقد وحدانیته لیکون مباینا بذلك مذهب اهل الشرك، یعنی که اعتقاد به یگانگی همین اله و یگانگی در پرستش برای همین اله تا اینکه از مذهب اهل شرک دور شود. چرا؟ اهل شرک میگه
اعتراف کردن که صانع هست، آفریننده هست، خدای هست، لیکن در عبادت به اون خدا بت‌ها را یا اینکه آفتاب را یا مهتاب را یا فرشته را یا یگان پیغمبر چی قرار دادن؟ وسیله قرار دادن، یکی شرک قرار دادن به همین چیز. و سیمش گفت که این که اعتقاد کند انسان الله تعالی موصوف هست، یعنی که صفت کرده شده به صفت‌های هست که با غیر از با اون صفت ها غیر از او دیگر این خیلی صفت نمیشه موصوف نیست. یگان مخلوق این خیلی صفت ها رو داره، اینکه در صفتش الله تعالی یگانه هست. یگان کسی که گاهی میشه که بعضی نام ها مشترک است، مثلا میگیم که انسان عالم است، الله تعالی عالم است. انسان حکیم، خدای حکیم. نام یک خیلی است، لیکن آیا علم بنده مثل علم خدا هست؟ نه، از کجا؟ آیا حکمتی که بنده دارد مثل حکمت خدا هست؟ آیا شنوایی که بنده دارد مثل شنوایی خدا هست؟ یعنی انسان همه دیوال اون طرف نمیشنوه، الله تعالی در یک وقت تمام بنده هاش میشنوه. بینایش انسان از این دیوال قفای نمیبیند که الله تعالی در یک وقت در یک ثانیه همه میلیاردها انسان، میلیاردها پرنده و چرنده و خزنده همشه در یک وقت یک خیل میبینه. پیامبر الله در حدیث مسلم چه خیلی میکنه، میگن که يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. میگه مورچه سیاه هست، بالای سنگی سیاه هست، در شب تاری سیاه هست، همون الله تعالی حرکتش میبیند. یعنی که مورچه که تمام نظر ناگیرترین خزنده هست. این دلالت بر چی؟ بر دقت علم الله تعالی میکنه، دقیق بودن علم الله تعالی، دقیق بودن صفات های الله تعالی میکنه. یعنی که اینا پیامبر گفتن برای اینکه مردم احساس کنن که وقتی الله تعالی از حرکات یک مرچی سیاه بالی سنگ سیاه در شب سیاه و تار خبردار باشد، پس عملهای ما چگونه هست، کارهایی که ما میکنیم، گناهایی میکنیم یا دیگر کارهایی میکنیم، چقدر الله تعالی از این چیز خبردار است. خب امام ابن ابی العز حنفی میشن همین که ملا علی قاری، این دو تا بزرگای مذهب هستن، هر دوشون هم همین کتاب امام ابن ابی العز حنفی کتابی تحاویه شرح دیگه، ملا علی قاری کتابی چیه فقه اکبر شرح دیگه. لیکن خیلی ملا علی قاری خدا رحمت کنه خیلی اقتباسات از کتاب ابن ابی العز حنفی میارن، چون ابن ابی العز حنفی از ملا علی قاری پیشتر گذشته که دیگه در از اون خیلی استفاده میبرن و هر دوشون به همین عباره نزدیک خیلی گفته عباره تقسیمات توحید اعتراف دارن. اینو بریم کسی امروز نباید نگه که این تقسیمات نو برآوردگی، این تقسیمات فلان گروه برآوردگی است یا 20 گروه برآوردگی است. نه، این تقسیم است که علما از قدیم این چیز داشتن. این تقسیم است که علما از قدیم اعتراف میکردن. تا عباره از امام ابو حنیفه در کتاب اصول الدین عند الامام ابو حنیفه آمده است، میگن که والله یدعى من اعلى لا من اسفل. یعنی وقتی ما خدا رو دعا میکنیم توجهمون به سوی علیا میشه، یعنی که به سوی آسمان ها میشه، به سوی بلندی میشه. خدا میگه به سوی بلندی فریاد کرده میشه، نه از پایان نه از سفلا. میگن نه لیس من الاسفل. بعد امام میگه در نامش لان الاسفل ليس من وصف الربوبیه والالوهیه فی شیء. یعنی خود امام ابو حنیفه کلمه ربوبیت و الوهیت رو استفاده بردن. و هم که اگر در همچون تقسیمات هم نباشد، لیکن همچون عباره همچون یک اصطلاح استفاده بردن، گفتن لیس من وصف الربوبیه ولا الالوهیه من شیء. یعنی که خدا اگر ذاتی پرستیده شده ایستاده، ذاتی که عبادت شده ایستاده است، ذاتی که آفریننده صانع هست، با وای نمیزبد که در اینکه جهت طرف پایان نیرو کردن در اطول نمیزبد. یعنی بله دلیل علویت که علویت الله هست، یعنی سبحانه و تعالی. بله این همین سخن از امام ابو حنیفه است. لیکن این مسئله حالی با وسیع‌تر میاد، ما اینجا همچون یک مختصر میگم، لیکن ان شاء الله تعالی با این مسئله وسیع‌تر در ازش صحبت میکنیم. انا که دوست عزیز میگذاریم به دوم رکن ایمان. این رکن این در با این مختصرک تمام میکنیم. دوم رکن ایمان چی است برادر شما میخونه؟ بله اینجا خونده بودیم بسم الله. یجب ان یقول آمنت بالله و ملائکته. دوم رکنش ملائکه. بله این دوم رکنش ایمان به فرشته ها است. یعنی که
اصل التوحید، اصل توحید، اساس توحید اگر یکمش این ایمان به الله تعالی باشه، دیگرش این ایمان به فرشته های الله تعالی هست. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته. یعنی جا الله تعالی ایمان به خودش رو اول شروع کرد به ایمان به خودش، پس از اون تاکید کرد به ایمان به فرشته ها. این که در آیه دیگری سوره نساء میگه که و ما یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. کسی کافر میشود به خدا و فرشته های خدا و کتاب های خدا و پیامبران خدا و روز قیامت، پس و انسان گمراه شده از گمراهی خیلی چقور و عمیق. خب این اهل سنت چی میگن در این مسئله فرشته؟ میگن که فرشته ها اجمالا ایمان به فرشته ها به شکل اجمالی واجب است، اما به شکل تفصیلی، یعنی که به شکل چی مفصلا برای انسانی که مثلا به شکل مفصل انسان باید حرکت کنه، دلیلش کاوت انسان باید در طب علم باشه، لیکن مختصرا ایمان بیارد کافی است اصلا. مثلا ما گوییم که یک اون شخصی گوید که من درباره فرشته هایی که باران میفرد معلومات نداشته باشد، آیا با انسان کافر میشه؟ نه. جزئیات ایمان به فرشته از که عامتا ایمان دارد، ایمان دارد که فرشته هست. بله. ولی انسان هستن که اصلا فرشته رو انکار میکنن، چه خیلی که بعضی جن انکار میکنن. بله. نمبر میگه که اجمالا ایمان اجمالی، ایمان مجمل، ایمان مختصر برای فرشته داشته باشید. و الله تعالی بعضی اونها رو با نامشون ذکر کرده، بعضی اونها رو ذکر نکرده است. مثلا اونایی که با نامشون ذکر کرده جبرائیل است، میکائیل است، اسرافیل است و اینکه فرشته‌ای که چی میکند ملک الموت که قبض ارواح و موکل است و مالک این دربان دوزخ است، رضوان دربان جنت است و منکر و نکیر فرشته که در قبر میشن. خب خلاصه همین که یک نمود ایمان تفصیلی به همین فرشته هست، یعنی که ما ایمان داریم که این فرشته هستن، بنده های خدای تعالی هستن، اونا مخلوق خدای تعالی هستن و اونها از نور آفریده شدن و آنها جنس ندارن، جنسی مردانگی، جنسی زنانگی در اونها وجود ندارد و آنها در آسمان زندگی میکنن. خیلی در روایت هم دیگه است و آنها بعضیشون 2 قناته است، بعضیشون 3 قناته است، بعضیشون قناته 4 است، بعضیش خیلی جبرئیل گفتن 600 است. این هم به همون دلیل قرآنی هست و چیز اولو اجنحة مثنى و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. در وقتی فرشته گام بزنن الله تعالی. خب اونها لشکر از لشکرهای الله تعالی هستند فرشته. این همون وقتی ما ایمان به فرشته میگیم هم چیزا در ضمنش هست، به وجود اونها ایمان آوردن و اونها بنده خدا دانستن، اونها مخلوق خدا دانستن، یعنی چیزی که از نور آفریده شده است و اونها قدرت دارن که به هر شکل درآیند. آدم میشوند، مثلا به شکل آدم درآمده میشوند، به شکل حیوان درآمده میشوند، به شکل دیگر چیز درآمده میشوند. این چیزی قدرت الله تعالی برای اونها عطا کرده است. اونها بنده های مکرم و معزز خدا هستند، بنده های مقرب الله تعالی هستند. فرشته ها نکی لاکی خوردن نوشیدن ندارن، یعنی که به اصطلاح حاضر بگم نفس ندارن. بله. چه که جنس ندارن، خوردن و نوشیدن هم نیست. و چه میگن طعام اونها تسبیح هست، تهلیل است، تسبیح الله تعالی و تهلیل الله تعالی و اونها از این کار خود مونده نمیشن، خسته نمیشن. چه که الله تعالی اونها رو وصف میکنه در قرآن، میگه که و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. اونا گفتن که خدا برای خودش نعوذ بالله فرزند گرفته است. همین فرشته ها را گفت که نه، بلکه اونها بنده های مکرم خدا هستند. لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون. اونها همین چیزی که از طرف خدا صادر شد به همون چیز عمل میکنن، دستور فرمانهای الله تعالی رو اجرا میکنن. خب و الان خیلی اونها رو وصف کرد و اونها فرشته ها وظیفه های گوناگون دارن. دوستی عزیز، فرشته هستن که حامل عرش هستن. الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم. که فرشته هایی که عرش الله تعالی رو میبردارن و فرشته هستن که موکل به وحی هستن. فرشته کوه هست. فرشته کوه قصه میدونه که وقتی پیامبر در طائف رفتند ها همراه میکائیل اومد و پیامبر جبرائیل گفت که این فرشته کوه است، چیزی خواهی میکنه. یعنی معلوم است که کوه فرشته خاص خودش دارد، آفتاب فرشته خاص خودش دارد، ماهتاب، آسمان، ابرها، باران و همه اینها رو
همش به واسطه حدیث این چیز ثابت شده از برادر عزیز. بعضیاشون وظیفه‌شون انسان نگاه داشتن است از بدی، نامشون حفظه هست. خب و یرسل علیکم حفظه حتی اذا جاءت، یعنی برای شما حفظه رو الله تعالی میفرستد، همین که تقدیر تو اومد اون حفظه شما حال خودت رو میگذارن میره. بنابراین بین برادر همین روزها همین مثال حفظه بسیار مثال در حقیقت یک معجزه عجایب است. بین همین روزها چقدر برای انسان خطرها تهدید میکنه. یا برای کودکای ما خونه بینه، شاید اون خونه ها خزنده ها از گزنده ها از بعض وقت می افتاد از جایی که انسان میگه مرد لیکن نمیمره. همین که همون فرشتای حفظه کارش است که الله تعالی میگه رسول علیکم حفظه. تاگی ماشین میمونه حتی روز در نوارا هست. همین روز یک نوارا تماشا کردم، ماشین بالای کودک قطی میگذره، بالای کودک قطی ماشین فکر میکنم مانند ماشین همین اوپل زفیر برین یک ماشین است، همین توران است، درست هم خیلی ماشین است، ماشین هم کلام میگذره بالای کودک قطی، کودک میگذره میگرده میره. البته یا اینکه جین در عجینه کودکان را در خانه میمونیم شب تا صبح مثلا خواب میکنن، یعنی الحمدلله با حفظ الله است. همین چی است؟ بله همین حفظه چیش الله تعالی اونها رو به همین چیز موکل کرده از برادر عزیز. خب مثلا گفت که فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. موندگی نداره، شب و روز در تسبیح خدای تو هستن. وقتی میگه دیگران استکبار کردن، قبول نکردن، کفر و انکار کردن، فرشته‌های خدا در تسبیح و در چی هست؟ یعنی که یکی از وظیفه‌های فرشته‌ها چی هست؟ تسبیح و تهلیل و همین کارا. بله. خب الله تعالی بعضی اونها رو نماینده خودش فرستاده است، خیلی که میگه الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. یعنی الله تعالی از بین فرشته‌ها پیغمبران گلچین میکند میگیرد و از جمله مردمان. یعنی که اصلا رسول این که از جبرئیل علیه السلام، بعضی گفتن میکائیل هم هست، یعنی که وحی الله تعالی رو به پیامبران میبره. خب بعضی فرشته بودن که در جنگ پیغمبر رو کمک میکردن، این هم در سوره چی است؟ انفال است. بله. میگه که الله تعالی در سوره انفال میگه که افتقول آل عمران افتقول للمؤمنین الا یکفیکم ایمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. یعنی که فرشته بودن که در جنگ احد و در جنگ بعد با مسلمانان بودن، فرشته بودن که جان مؤمنان رو با آسانی میگیرن. خیلی که الله تعالی میگه که الذین تتوفاهم الملائکه الطیبین یقولون سلام علیکم، یعنی که با یک خوبی نیکی جان اونها رو میگیرن. خب در اگر ببینیم همین سوره هایی که با همین قسم شروع میشه بسیارتر، و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا و السابقات، همه اینها فرشته های صفت. بله بله. یعنی فرشته هایی که جان انسانی جنایتکار با سختی قبض میکنن، فرشته هایی که شنا میکنن به امر خدای تعالی، مسابقه دارن با هم دیگر. آیت فرو میشه برای رسوندن مسابقه میشه. آیت دیگر هم از که استاد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول لديهم الا رقيب عتيد. سبحان الله. الا لديه رقيب عتيد. خب یعنی که سوره صافات ببینید و صافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، همین واسه هم فرشته و الذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. دوستان عزیز به ترجمه بگم، فقط شما همین اسلوب قرآن رو راحت کنید بس است. خلاصه همین آیات ها بیانگر وظیفه های فرشته ها هست. دیگه اینجا میبینیم چگونه فرشته ها وظیفه های گوناگون رو اداره میکنن. بله استاد. لیکن همه این با فایده انسانایی که در روی زمین، چون که انسان این جانشین خدا هست، خلیفه خدا در روی زمین که هست. الله تعالی برای همه انسان حیاتش به تنظیم و ترتیب دراوردن همین فرشته ها رو مسخر کرده. فرشته مثلا باد از شمال، فرشته که شمال میارن، فرشته که بارون میبارند، فرشته که آفتاب میبارد میشنوند، مش به امر الله تعالی. از چیزی که در حدیث مسلم در حدیث ابوذر اومده است، مثلا آفتاب فرشته چی بودن. خب غیر از این اونا صفاتای عجیبی دارن. پیامبر علیه السلام ما رو به اونها تقلید کردن دعوت کرده، میگن که الا تصفون کما تصف الملائکه. آیا رنگ فرشته صف نمیگیرید شما؟ در نماز صف نمیکشید؟ بعد از اون پیامبر صف فرشته رو فهموند، گفتن که یتیمون الصف الاول، اول صفای پیش پر میکنن، بعد گفتن و یتراصون و صف برابر راست میستن.
کجلک و بجلک و یکتاش پیش و یکتاش خفونه، بلکه راست میستن و جاهای خالی پیش آوا پر میکنن. و در حدیث دیگر عمده است که پیامبر علیه السلام فرشته‌های بیت المعمور رو وصف کرده، میگن که بیت المعمور همون جایی که فرشته‌ها طواف میکنن، خیلی وقت درس گفتیم بالای کعبه هست، هر روز 70,000 فرشته میدرود و میبرن، دیگر باز نمیگردن. تصور کنید عددشون چقدر بزرگ است، عددی بزرگ است. یه روز فقط 170 نفر میتونه، 70,000 فرشته میتونه دیگه یا عمرش دیگه اونجا تا روز قیامت رفته نمیتونه. این دلالت بر عددی بزرگ اونها میکنن. این چنین بر عددی بزرگ اونها بدره کدام حدیث دلالت میکنه؟ یا حدیث هست که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که اطت السماء وحق لها ان تطط. بله. اطت یعنی معنیش چی است؟ غیچیراس زدن. بله. وقتی ببینید اگه آدم وزنه دیگه سرش نه چوبین باشه غیچیراس میکنه. بله یعنی میجومه. همین دانتا که آسمان میگه با همین چیز میگه آوازی همون غیچیراسی آسمان برآمد. گفتن که چرا؟ گفتن که یک وجب جای در آسمان نیست مگر اینکه فرشته در اونجا یا سجده دارد یا رکوع دارد یا دعا دارد یا تسبیح دارد یا تحلیل دارد یا تکبیر دارد یا فلان و بسان. ملکوت السماء ما نمیبینیم یا برای این عددی بزرگ دلالت میکنه. یا آسمان ما نمیبینیم قدرت های الهی را، فقط ایمان داریم به هر چیزی که اومده از در آیات قرآن و حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم. بله. اینکه مثلا فرشته‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم در فضیلت آمین میگن که وقتی که امام آمین میگوید، وقتی که انسان اقتدا کرده هم آمین میگوید به همراه امام، پس میگوید برای که کشوکش نشود. وقتی ایمانش میگوید پس میگوید، همون فرشته هم میگه برابر همون، اگر همون آمینش به آمین فرشته برابر که شد دعاش قبول میشه. میگن آمین وقتی به آمین فرشته موافقت کرد دعاش قبول کرده میشه. خیلی در اون حدیث پیامبر علیه السلام گفتن که من وافق تأمینه تأمین الملائکه فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. خب این که درباره سمع الله لمن حمده پیامبر گفتن که اذا قال احدكم سمع الله لمن حمده، خب بعد گفت که فقولوا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بعد با همین حدیث گفتن که اگر همین چیزا با فرشته مانند شود، یعنی که برابر شود، غفر له ما تقدم من ذنب، یعنی که گناههای گذشته‌اش بخشیده میشود. خب و حدیث ابو هریره هست که تعلق به همین ان شاء الله امید داریم که الله تعالی ما را جمله اونها گرداند. میگن که فرشته‌ای است که فقط در حلقه علم حاضر میشوند. اون اهل حلقه علم میگن با پیچونده میگیرن و تا شکل تا آسمان میرن، درخشون دعا میگن، درخشون صلوات میگن. این فرشته‌ای هستن که فقط وظیفه‌شون صلوات شنیده و پیامبر علیه السلام رسوندن است به روحشون. میگن که ان لله ملائکه سیارین فی الارض، یعنی که سیار یعنی که سیرگشت کننده است که فقط صلوات رو میگیره جمع میکند و نوشته میمونه. یعنی خیلی عددشون بزرگ است و وظیفه هاشون هم خیلی گوناگون است. شوی پیامبر چی بود نامش؟ حسان بن ثابت. حسان بن ثابت. بله. یا مشرک در حق پیامبر یک چیز می‌نویسد، طنز مسخره کرد. وقتی حسان بن ثابت به شعر و جوابش می‌داد، پیامبر علیه السلام در حقش میگن که ها حسان میگن روح الامین با تو هست، خداوند تو را با روح الامین تأیید کند میگن. خب اما خیلی چیزام هست. دوی که بعضی چیزا هست که پیامبر علیه السلام به اون تاکید کردن که اگر همون چیزا در خانه انسان باشد، انسان فرشته خانهش نمیدارد. مثلا صورت جانور باشد، صورت جاندار باشد، یا اینکه سگ باشد. خیلی در حدیث هم دست که لا تدخلوا ملائکه بیتا فی کلب ولا صوره. یه روز حضرت عایشه میگن در حدیث بخاری هم دست که پیامبر علیه السلام براشون میگه یک بالشت آماده کردن، در اون بالشت یعنی که تکیه یا لولشه باشد یا بالشت، میگه چیزی بود که صورت جاندار دوخته بود به دستش. بله. و پیامبر علیه السلام گرفتن و چپه کردن اونجوری که صورت از چپه گذاشتن تا اینکه گفتن که این چیز از آمدن فرشته و در آمدن فرشته من میکند ما رو گفتن. و استاد وقت کم هستم. 5 دقیقه وقت داریم. یک دیگه حدیث میگم به همین اکتو اصلا بسیار چیزا هست لیکن به همین اکتو میکنیم.
این هم برای انسانی که در مسجد میروند، که انسانی که بعد از نماز شیشه ذکر میکنن، دعاشون میکنن. پیامبر علیه الصلاه و السلام گفتن که ان الملائکه تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه. یعنی که فرشته تو اون که تو نماز خواندی بالی اون جای نماز شیشه دعا کرده، صلوات خوندی، تسبیحات گفته شدی، به تو صلوات گفته میشه. یعنی تصور کن، یا انسان گناهکار، انسان ذلیلی، انسانی که ناقص، انسانی که شب و روز در معصیت خدا است، لیکن فرشته است که وظیفش فقط برای انسان صلوات گفتن. یعنی این رحمت و مغفرت الله تعالی، مهربانی الله تعالی رو ببینن که برای ما چه خیلی وسیله های ثواب جمع کردن بسیار کرده. بله، غیر اینکه در خدمت هستند با دیگر وسیله برای سوال جواب. همین خیلی خیلی بسیار از آیات و حدیث ها برادر بفکرم و همه اکتفا میکنیم خلاصه کنیم برادر. این که خلاصه چی باید باشد؟ ایمان ما به فرشته چی است؟ همون فرشته ها که ما دونستیم بنامش ایمان میبریم. اونی که ندونستیم میگیم که مجملا ما به همه فرشته خدا ایمان میبریم، میگیم خلاص است. ایمان مجمل همین است. بله. ما به همه فرشته ایمان داریم. اون وقت هم جبرائیل میشه، هم میکائیل، هم اسرافیل، هم دیگر. بله. که ضمن همین چیز میدارد. و اینکه فرشته ها بنده هستن، مخلوق هستن، بنده خدا هستن، همیشه در عبادت خدا هستن، از عبادت هیچ گونه مونده نمیشن، خسته نمیشن و اونها رو الله تعالی برای اداره کون استفاده میبرد، اونها رو مسخر کرده است. یعنی فرشته خیلی گفتیم فرشته ابر است، فرشته شمال است، فرشته زمین است، فرشته که از زمین گیاه میرویند، همه اینا بگیم که به خودش دارد. بله بله. خب اینا مهربانی الله تعالی است که یعنی که همین سبب ها رو برای ما آماده کرده است، اینکه ما سبب رزق و زندگی و حمایت انسان ها باشد. بله بله. و خلاصه ایمان به فرشته همین است. بله. ان شاء الله آینده ایمان به کتاب و دیگه روش میگیریم. درس آینده خیلی نه استاد، بسیار تفصیل زیبا بود. اطراف ملائکه خیلی خیلی تفصیل زیبا بود، بسیار معلومات های خوب. خیلی ببینید استاد. خب ان شاء الله وقت من بسیار کم مونده است، اما 2 دقیقه مونده است. طبق برنامه هم وقت رعایت کنیم. اگرچه مردم بسیار طلبگار هستند، ما میگوییم شاید بنویسند، اگر کامنتر را باز کنیم میگن که دوام تید، ولی در طلب باشن. مهم اگر طولانی شود بعد بگیم در طلب باشن. مهم جستجو کنن، طلب کنن، باموزن، اسخط کنن. مثلا درس عقیده بسیار تفصیلی زیبا هست، بسیار زبانی ساده و فهما. دوستای ما باید فعال باشن دیگه. تا مثلا همین درسی که حالی هست در صفحه نجم تیوی ثبت می شود. شما میتونید بار دیگر بدرین تماشا کنید، با رفیقاتون روان کنید، هم به همسراتون، به فرزنداتون اینا تعلیم بدین، باموزین. فقه اکبر یکی از کامنتر هم کشاده اینا برادر. یعنی در فقه اکبر عمده‌ترین کتاب در مذهب خود ماست که را هم استادای ما، گذشته های ما همش میخواندن. یک برادر نشست دوام بده، ولی اینجا وقت هم تمام شد استاد. انشالله که یک چند نفر دوستای اینجا نوشته هستن که دوام تید. خب اینجا بعضی دوستا میگن، بعضیا دوام تید، بعضیا دعای نیک کردستین استاد. میگن بعضیا دوام تید، بعضیا دعای نیک کردستین استاد. بارک الله فیکم. بله درست از ما را میخوام دوام تیم. خب دوستان اینجا سوال ها نیست، فقط اینجا بعضی سوال ها داده استیم که اطراف دیگه مسائل است. به همین خاطر مادام نماز خفتن است استاد اینجا فکر میکنم شما مشغول منتها همون وقتی درس من تمام شد. فقط اینجا دوستا رو من یک بار دیگه تاکید میکنم که هفته آینده روز دوشنبه آماده باشن، درس گوش کنن، تکراری به تکرار از خود کنن. مسائل مهم است باموزن. متاسفانه تا حال مردمی هستن که باوری ندارن به وجود ملائکه و فکر میکنن که به ایمان اونها هیچ ضرری نداره. همین چیز مسائل باید بسیار اهمیت دهند. برادر هم مسئله خدای کدامش سوال داد. همین ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه که در فتاواش میگه که
الرب سمي بالعربیة الله الرحمن. رب پروردگار به زبان عربی الله رحمان نامش میشه و بالفارسیتی خدای بزرگ. خب ابن تیمیه که کرد بود میدونست که فارسی خیلی نزدیک به زبانشون، رو گفت خدای بزرگ و همه چیزا آوردن آورد و این کار نکردنش هم با قدر عالم بزرگ بود جلالت قدرش، لیکن الله برام میگه که این واقع نداره ترجمه کردن همین چیز. مثلا گاهی میشه که به زبان انگلیسی گاد ترجمه میکنن یا به زبان روسی باگ ترجمه میکنن، به زبان ما خدا ترجمه میکنن. این چیز واقع نداره، چون که خدا غیر از الله به دیگه چی اطلاق نمیشه در زبان تاجیکی. یگان انسان دیدی که نامش خدا باشه، خدا بردی خدا داد هست، یکی برای اضافه داد یا که بردی میشه چیز دیگه هم تو نامش خدا نیست. چون عرب هم یگان شنیدی که نامش الله باشه، عبدالله میشه، عبیدالله میشه، مثلا فضل الله میشه یا که فلان، مجردی به نام الله تعالی نیست. بنابراین این همون ترجمه نام الله تعالی است. بله متاسفانه بعضی مسائل هستن که خشک میگیرن استاد، بعضی نفرای هستن که این مسائل بسیار خشک میگیرن. مردم ما که معلوماتشون کم است وقتی میبیند که نه خب پس در اون صورت شروع میکنن جنجال با پدر، با مادر، با برادرای، با رفیقان. خدا که گفتی تمام رفتی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رو ببینید چی میگه. ولی امروز مردم بعضی مسائل را بسیار جدی میگیرن و بسیار سبب نافهمایی ها و خفگی ها هست. استاد وقتمون تمام شد دیگه، باید برن شویم. ولی ببخشید امام ابو حنیفه هم در دوام درس میگن که کلمه خدا رو استفاده میبرن و جایز است که بگم کلمه استفاده بره، کلمه خدا برای خدا یا همه چیزا. یعنی که اون زمان اونا که با صحابه شاگردی کردن یا نباشه به تابعین شاگرد بودن همین طور اجازه میدادن. این چیز یگان اشکالی نداره، یگان مشکلی نداره. یک سه دیگه برادر من چیکارم من یک وقت گذاشتم در استوریز گفتم که تفسیر کنم، درس تفسیر حدیث یا فقه یا چی بسیار آدم تفسیر گفتم. مثلا غیر از این در دیگر روزا با ان شاء الله چی کردیم درس تفسیر بود. کسایی که این خواهند اشتراک کنم. من اگر شما اگر خودتون همین چیز بود چی میکنم گید خوب میشه. دیگه که خودتون درس نجم خودتون به من کنه گیدم خیلی اینا هیچ عادت نمیشه. من این امکانات رو میبینم استاد، امکانات. ولی مقصد تفسیری سوره های مائده شروع کردیم که مردم کم در نمازشون رو درک کنن، چی میخونن درک کنن، فهمن معنای بعضی. بسیار مختصر به همین خیلی گفتم زبان خلقی که اون یک میفهمونشون اینقدر چخور نمیره برن که عقیده چخور رفته شده. بله. اما ان شاء الله امید داریم که فایده بر باشه برای ما. بله استاد خیلی ببینید. دوستایی که با ما هستن یک بار دیگر شاید بعضی استادا نشناسن، استاد ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم شرعی هستند، نامزد علم‌های تاریخ هستند، تاریخ بخصوص تاریخ اسلامی. دوستایی که هستن استادا ببینید در صفحه نجم تیوی رفته آبونه شوین. استاد خودشون با صفحه دارن، صفحه خودشون هم هست. شما میتونه از نجم تیوی صفحه استاد هم پیدا کنید. اونجا در ادهم حیدرزاده استاد صفحه خودشون هم هست. رفته آبونه شوین، بگیرین، باموزین، تعلیم بگیرین، از خود کنین دوستای عزیز. خب استاد با اجازه شما دیگه از صفحه بیرون بشم. خب سلام به شما، بیرون بشم دیگه. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.